کوهستان‌های لبنان به ویژه در فصل زمستان مقصد محبوب علاقه‌مندان به اسکی است. همچنین زمین‌های کشاورزی حاصلخیز این کشور باعث شده که محصولات کشاورزی آنها بهترین کیفیت را داشته باشد. زبان رسمی لبنان عربی است، اما تأثیر زبان و فرهنگ فرانسوی در این کشور به وضوح دیده می شود. زبان فرانسوی تا سال 1943 یک از زبانهای رسمی لبنان بود و هنوز حدود 1/3 جمعیت به این زبان صحبت می کند. طوری که مدارس و دانشگاه‌های لبنان هم به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تدریس می کند. به همین دلیل بسیاری از مردم لبنان چند زبانه هستند. لبنان یک از کشورهای پیشرو در زمینه آموزش و تحصیلات عالی در خاورمیانه است. نرخ باسوادی در این کشور بیش از 93% است و دانشگاه‌های آن به دلیل کیفیت آموزشی و تحقیقات علمی خود در سطح بین المللی شناخته می شود. اینها باعث شده که لبنان